سلام بچه، چطوری؟ من سجستایی هستم. خیلی خوش اومد به این ویدیو. آقا واسهتون یه دونه ترفند ماینکرافتی بردم، یه دکوری که هم تو خونه میتونی استفاده کنی، هم بیرون خونه، اصلا همه جا قابل استفاده است. و همچنین از همه مهمترینی که تو شبا خیلی قشنگ در میاد چون با لامپ کار میکنه، خیلی خوبه. حالا ببینیم چیا نیاز داره. اول از همه هم به ماینکارت نیاز داریم، پاورد ریل، حالا این ریل هم نیاز داریم، ردستون لامپ و ردستون تورچ. اینا وسایل مورد نیازی هستند که میخوایم این دکوری درست کنیم. اول چیکار میکنید؟ اول از همه یه دونه ردستون تورچ برمی‌دارید، یه جا قرار میدید و پاورد ریل رو قرار میدید. اینم بگم طول این دکوری دست خودتونه، ولی خب اگه تا حدی برید نکنید اینجا چراغش خاموش، مجبور میشی مثلا یه ردستون تورچ اضافه تر هم بذارید که ما نیازه همینقدر کافیه. چیکار میکنید؟ ریل قرار میدید اینطوری و از اینجا به بعد رو از این ریل ها میذارید دقیقا به همین اندازه که اینجا اومدیم. بعد اینجا رو هم باز با ریل عادی وصل میکنیم، فقط میمونه این لامپا رو وصل بکنیم و ماینکارت قرار بدیم. اینا رو لامپا رو اینجا میذارید، میارید جلو، میارید اینجا. و هم دقیقا یک لامپ باید در کنار از این ریل ها قرار داده بشه. چی کار میکنید؟ حالا هر طرفی که دوست دارید چراغا به چرخی ماینکارت قرار میدید و به همون سر هول میدید. نگاه کنید من الان اینجوری هول میدم چه اتفاقی میفته. نگاه کنید یه دکوری عالی، مخصوصا واسه شبها خیلی قشنگ در میاد. الان ست نایت خیلی خوشگل در میاد داخل شب، عالی میشه، مخصوصا به ظاهر خونتون هم خیلی زیبایی میده. امیدوارم از ویدیویی که واسه گذاشته باشم خوشتون اومده باشه. خداحافظ.